سلام، وقت همگی بخیر باشه. امروز میخواییم بادی آنالایزر شرکت سلواس مدل اکیونیک BC300 رو با هم بررسی کنیم. لازم به ذکره که شرکت سلواس همون شرکت جاون هستش که از سال 2016 به دلیل ادغام با شرکت HIMS اینترنشنال نام این شرکت از شرکت جاون به سلواس تغییر پیدا کرد و محصولاتی که به بازار ارائه میده از ایکس کانتک و IOI به اکیونیک تغییر پیدا کرد. این دستگاه مدل ارتقا یافته IOI مدل 353 هستش که علاوه نرم افزاری و سخت افزاری ارتقا پیدا کرده. بریم دستگاه رو آنباکسینگ کنیم برگردیم. این دستگاه 3 تا فرکانس داره که آنالیز رو به صورت فول بادی و سگمنتال انجام میده و آنالیز اختصاصی و نمودار رشد برای کودکان هم ارائه میده. این مدل پورتابل محسوب میشه بین محصولات اکیونیک که به راحتی این دستگاه تام میشه و داخل چمدونی که به همراه خود دستگاه هستش جابجا میشه. این دستگاه قابلیت اندازه‌گیری وزن تا 200 کیلوگرم رو داره، قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق کابل USB رو داره و همچنین شما میتونید اطلاعات مراجعه کننده ها رو از طریق مموری به صورت جداگانه ذخیره کنید. علاوه بر نرم افزار اختصاصی که روی کامپیوتر نصب میشه، این دستگاه دارای اپلیکیشن اختصاصی هستش که روی تلفن‌های همراه نصب میشه و مراجعه کننده ها میتونن نتیجه آنالیزشون رو داخل تلفن همراهشون ببینن. دستگیره‌های این دستگاه حالت فنری داره که برای مراجعه کننده با قطع‌های مختلف قابل تنظیم باشه. یکی دیگه از امکانات خوب این دستگاه که در کنار پورتابل بودن به شما میتونه کمک کنه، داشتن پرینتر حرارتی هستش که میتونه گزارشی که شما اندازه‌گیری کردین رو به صورت کامل توسط این پرینتر حرارتی بلافاصله بعد از آنالیز خروجی بگیرید. این دستگاه دارای امکانات آپشنال قط‌سنج و فشارسنج هستش که قط‌سنجش به صورت دیجیتالیه و از طریق امواج اولتراسون قد مراجعه کننده رو اندازه‌گیری میکنه و به دستگاه ارسال میکنه. خب ما از قبل نرم افزار مربوط به اکیونیک رو نصب کردیم روی این سیستم. نرم افزار رو که باز میکنیم اولین کاری که باید بکنیم اینه که اطلاعات مراجعه کننده رو وارد کنیم. این اطلاعات اجباریه و حتما باید وارد بشه. تو قسمت ادیشنال اینفورمیشن شما میتونید یه سری اطلاعات بیشتر هم وارد بکنید ولی اجباری نیست. بعد از اینکه فیلدهای مورد نظر پر شد، کلید مژر رو میزنیم و دستگاه آماده آنالیز گرفتن میشه. تو این مرحله مراجعه کننده باید بره بالا. دقت کنید که کف پاهاشو دقیقاً روی الکترودها قرار بده و بعد از اینکه وزن ثابت شد، دستگیره ها رو باید مراجعه کننده بلند کنه. خود دستگاه هم یه راهنمای صوتی داره که میگه تو این مرحله چه کاری باید انجام بشه. 2 تا کلید داره زیر هر دستگیره که اون 2 تا کلیدا رو باید فشار بده تا آنالیز شروع بشه. بعد از اینکه آنالیز شروع شد یه مقدار زمان میبره تا آنالیز کامل بشه. بعد از اینکه آنالیز کامل بشه روی صفحه نمایش پیغام تکمیل آنالیز ظاهر میشه. به محض اینکه آنالیز تموم میشه پرینتر حرارتی گزارش رو پرینت میگیره و میده، ولی شما میتونید این قسمت رو غیر فعال کنید، یعنی لزومی نداره که حتما از پرینتر حرارتی استفاده کنید. اگه از پرینتر جداگانه که به سیستم وصل استفاده میکنید میتونید این قسمت رو کلا از مدار خارج کنید. روی نرم افزار از قسمت ویو ریزالت میتونید نتیجه رو به صورت PDF ببینید یا مستقیما اگه وصل به پرینتر پرینت بگیرید.
این نتیجه آنالیز هستش که به صورت PDF اینجا نمایش داده میشه و شما میتونید اینو ذخیره کنید. این دستگاه یه اپلیکیشن داره که روی موبایل هم نصب میشه و شما میتونید با اسکن کردن QR کد نتیجه گزارش رو روی گوشی موبایلتون هم داشته باشید و همونجا نتایج رو ذخیره بکنید. خب همونطور که دیدین کار کردن با این دستگاه بسیار ساده است و با توجه به امکانات خیلی زیادی که داره قیمت بسیار مناسبی هم داره. شرکت آفرمت به تازگی نمایندگی رسمی شرکت سلواس در ایران هستش که شما عزیزان جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید حضوری میتونید با این شرکت تماس بگیرید. آفرمت